این هفته خبر تو خبر داره براتون از ادامه قمپوز درمانی‌های شیخ فری و فوت کردن در بادکنکی به نام لغو تحریم‌های تسلیحاتی. ما هفته آینده به ملت عزیز ایران این خبر خوش و این تبریک رو عرض می‌کنیم که 10 سال تحریم ظالمانه تسلیحاتی یک شنبه هفته آینده رفع خواهد شد. از یک شنبه ما میتونیم اسلحه‌مون رو به هر که خواستیم بفروشیم، میتونیم از هر که خواستیم اسلحه بخریم. این اراجیف شیخ فری اونم تو این وضعیت اقتصادی یه چنین واکنش هایی رو از طرف بیننده ها به دنبال داره. در چند ماه دلار به چند برابر قیمت افزایش یابد. مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، مشکل خودشیفتگی، مشکل عدم استفاده از ابزار حکایت برجام و دستاورداش و تبلیغات آخوندا برای اون یه چیزی تو این مایه هاست. Evet. Ben sandım da çok pişmiş. شیخ فری در حالی از دستاوردهای دولتش دم میزنه که جنگ و جدالای باندی در نظام بالا گرفته و توی مجلس آخوندها وضعیت نظام آخوندی رو اینطوری تصویر میکنن. میخواهم از بی‌ثباتی بازارها و فقدان مدیریت در همه بخش‌های اقتصادی نتیجه‌ای بگیرم و آن این که متاسفانه ما با پدیده بی‌دولتی روبرو هستیم، یعنی دولتی که بتواند روابط بین همه عناصر مؤثر اجرایی در کشور را سامان دهد و تنظیم کند نداریم. حالا خوبه عظما به مجلس نور چشمیش توصیه کرده بود که هوای دولت رو داشته باشن. اگه قرار بود هواشو نداشته باشن چیا میگفتن؟ وضعیت هماهنگی قوا در نظام ولایت به یه چنین وضعیتی دچار شده. Is that the best you can slap? Yeah, Philly Bagas. از اون طرف پاسدار خالیباف هم که از حالا برای نمایش انتخابات ریاست جمهوری خیز برداشته رفته تو فاز اپوزیسیون نمایی و از این افه ها میاد. آنچه تحمل این فشار را سخت‌تر می‌کند سوء مدیریت‌ها، بیخیالی‌ها و بی‌توجهی‌های ملموسی است که باعث شده مردم احساس بی‌پناهی کنند. از این لحظه روزه کار و تلاش بگیریم و هر آنچه را که جز کار برای تقویت و معیشت مردم است به دیوار بکوبیم. داستان گره‌گشایی مجلس آخوندا تو این وضعیت مثل گره‌گشایی این بابا میمونه که میخواد با فندک گره کور پنبه ها رو باز کنه. اما خودتون ببینید جالب اینجاست که استبل ولایت هم دست کمی از دولت نداره و خود اعضاش اینطوری درباره اقتدار مجلس حرف میزنن. جناب آقای رئیس، ما 2 هفته است تو منطقه انتخابیه داریم از مردم نقد میشنویم و اگر نگم ناسزا میشنویم. اقتدار مجلس کجا رفته جناب آقای قالیباف که هیچ کس پاسخگوی وضعیت موجود در کشور؟ حالا اگه سوالتون شده که تو این اوضاع و احوال قمر در عقرب عظما کجاست و چه غلطی میکنه، به این تیکه از روزهاش گوش کنید که طبق معمول داره نعل وارونه میزنه و با دریدگی از وضعیت نابسامان اقتصادی در آمریکا میگه. وضع خود شما خیلی بده. وضع اقتصاد آمریکا امروز با هزاران میلیارد دلار کسر بودجه‌ای که دارن، با 10 میلیون
بی خانمان و آواره و گرسنه و اینها که زیر خط فقری که آمارهای خودشون میگه که در آمریکا وجود داره وضع اقتصادی خوبی ندارن. روز به روزم وضع اقتصادیشون بدتر شده، بدهکاری‌هاشون بیشتر شده. عظما میخواد با این لگدا خودش رو سرپا نگه داره، اما یه چنین سرنوشتی در انتظارشه. سید علی وافور درباره مشکلات اقتصادی در آمریکا حرف میزنه. بعد خرچنگ ولایت یه ماله گرفته دستش تا تنفر جامعه از ولی فقیهش رو اینطوری ماسمالی کنه. آقا فرمودند که اقتصاد کشور تحت فشار هست، مردم از جهت معیشت دچار مشکل هستند. این نشان دهنده این است که این چشم بیدار امت درد مردم رو با تمام وجودش لمس میکنه. راستی عظما چطوری درد مردم رو لمس میکنه؟ بفرمایید. این هم یک نمونه از لمس دردهای مردم ایران با راه اندازی همایش برای مزدورای منطقه‌ای و خاص خرجی برای اونا. شعار امروز اجلاس این عزیزان حول نظم آینده جهانی و با محوریت مباحث مربوط به قدس و فلسطین هست که با حضور میهمانانی از کشورهای عراق، سوریه، فلسطین و برخی از کشورهای محور مقاومت و سخنرانیاشون انشالله شاهد یک برگزاری خوب و یک پیام قوی برای محور مقاومت باشیم و برای صلح و ثبات و امنیت پایدار منطقه. مدتی پیش امام جمعه اصفهان گز نکرده پاره کرد و حرفی علیه زنان هموطنمون زد که بعد از ترسش مجبور شد بیاد جلوی دوربین و اینجوری به غلط کردم گویی بیفته. بعد حجابی نگفتم، راجع به بی حجابی و اون کسی که حجابشو عمدن داره برمیداره اونم گفتیم ضابطین قضایی باید دخالت بکنه، البته با همه مسائل قانونی و شرعی، با مراعات همه مسائل قانونی و شرعی. اصلا مردم حق این که کار فیزیکی انجام بدن به غیر از گفتن، اصلا امر معروف و نهی از منکر با لفظ خوب، با زبان خوب، با نصیحت، مثل که آدم بچه‌شو نصیحت میکنه، اصلا کار فیزیکی مربوط به اونا نیست. این گراز عمامه‌دار میخواست با این کارش یه دردی از عظما دوا کنه اما گیر کرد. بدبخت حواسش نبود که فاز سرنگونیه و کرک و پر ولایت ریخته. گذشت اون زمان که امام دجالشون تنوره میکشید و اینطوری فرمان سرکوب میداد. اوجها را کنار بگذارید، بروید فاسدها را سرکوبی کنید، بروید توطئه‌گرها را سرکوبی کنید، مسامحه نکنید، دولت مسامحه نکند، ارتش مسامحه نکند، ژاندارمری مسامحه نکند، پاسداران مسامحه نکنند. در شرایطی که ویروس کرونا در همراهی با کرونای ولایت همینطور داره از هموطنهای ما قربانی میگیره، آخوندا همچنان در حال مزخرفگویی هستن و اینطوری ویروس کرونا رو ساپورت میکنن. بعضی اشخاص نگاه میکردید کنار باشتاده بودن، دستمالش من دیدم خودم دستمال در آورده بود، ذریح متحر گذاشت، شروع کرد به زیارت فرزد. اینجوری ای چقدر بی‌ادبیه به ساحت مقدس حضرت معصوم سلام الله. یه ادبه. بعد این شخص رو نگاه میکنی، انسان
قیافه رو ببرن زیر میکروسکوپ به همه میکروب ها میخوره. این مشنگ مجلس نشینم یه قطره آورده تو مجلس و میخواد اون رو به عنوان دوای کرونا غالب کنه. در بحث کرونا هر 6 دقیقه تو کشور 1 نفر داره میمیره. ما تلفاتمون نسبت به اول کرونا چند برابر شده. ما خبرهایی داریم که توی کشور برخی از استانها داروهایی هم ساختن. من همینجا یه نمونه آوردم خدمت عزیزان همکار. 8 ماه پیش این دارو معرفی شده به عنوان درمان قطعی کرونا. به دانشگاه بقیت الله داده شده، 8 ماه جواب نداده. داستان ادعای این جماعت درباره پیشرفت مشابه یه چنین نمایشیه. در شرایطی که آخوندا و آقازاده هاشون در ویلاهای میلیاردی زندگی میکنن و خانه های آنچنانی دارن، این نجم RPG اومده توی تیویریش تا برای خانه‌دار شدن مردم این نسخه های ارتجاعی رو بپیشه. گفته شده که برای کسایی که میخوان خونه دار بشن اگر 40 روز هر روز 2 رکعت نماز عین نماز صبح بخونن و این نماز رو هدیه کنن به جناب مسلم ابن عقیل علیه السلام و بعد از نماز 110 بار صلوات نثار روح مسلم ابن عقیل بفرستن، قطعا انشاءالله صاحب خونه خواهند شد و وقتی که خونه دار شدن روزه مسلم ابن عقیل رو در منزلشون برپا بکنن. قبلا آخوندا و بسیجی‌ها با بلغمور کردن چند جمله به زبان عربی به دنبال بازارگرمی برای دکان دین فروشیشون بودن، اما حالا که کارشون کساد شده به جملات انگلیسی رو آوردن. بله. و گناهان ما هم در روز تاثیر میذاره ما نماز صبح نخونیم. آقا امام زمان نکته فرمودن پزشکی کلیدی خیلی عالیه. The king problem about praying in the morning. کلمات کلیدی، سوالات کلیدی راجع به نماز صبح. این یکی هم دجالیت رو به اوج رسونده و در مشنگیسم به سایر آخوندهای همریشش سور زده. از زمان تولد پیغمبر انقلاب اسلامی ایران دیده شده. این خیلی مهمه که امام میفرماید که دو تا نکته مهم داره. یکی که معنای این که پیغمبر در مکه متولد میشه اما حوادثش در ایران هست، به خصوص شکسته شدن 14 کنگره کاخ کسری، این هست که 14 قرن بعد از تولد این پیامبر در ایران بساط ستمشایی برچیده میشه، بساط ظلم برچیده میشه. چون شما ببینید از زمان پیغمبر خبر خوشی ما نداریم تو تاریخ اسلام. اولین خبر خوش تو تاریخ اسلام انقلاب اسلامی است که جبرئیل، امام فرمود که جبرئیل با احادیث با خبر انقلاب اسلامی حضرت زهرا رو آرامش میشه، تسلیت میداد میشه. حالا بریم و سری به تازه ترین محصولات در سال جهش تولید بزنیم. از اونجایی که تخم مرغ خیلی گرون شده، بعضیا به سراغ کاشت تخم مرغ رفتن. جالب اینجاست که موفقم بودن. این هم یک موتورسیکلت استثنایی با کاربرد چندگانه. با یکی از آپشن‌های جدید خودروهای داخلی هم آشنا بشید. استارت با قاشق چایخوری. البته جهش تولید به همینجا ختم نمیشه. این شما و این تولید جوجه آخوند نارس. چقدر ریزه. موضوع اختلاس و دزدی در نظام ولایت اونقدر عادی شده که کارگزاران خودشون هم درباره اون اینطوری حرف میزنن. حالا اگه الان تخلفات اقتصادی بزرگی رخ نمیدهد توی 1-2 سال، برای اینکه پول توی مملکت نیست، تخلف جایی انجام میشه که پول نفت قلمبه وجود داره. پول نفت قلمبه وجود، من قبول میکنم که یکی چند نفر سلطان فلان و سلطان فلان رو گرفتن، مثلا سلطان سکه رو اعدام کردیم، سکه 2 میلیون تومانی میشد 12 میلیون تومان. اوکی، اگه این روش
حل کردن مسئله منم قبول. نه میخوام بگم که ما الان پرونده های تخلفات اقتصادی کلانی داریم در قوه قضاییه و پرونده های اقتصادی کلانی داریم که همه مردم میدونن و در هیچ قوه‌ای رسیدگی نمیشه. آخوندا تلاش میکنن تا در فضای مجازی و حقیقی خودشون رو مقتدر نشون بدن و سوزش بسیجی ها از ترکیدن قاسم سلیمانی رو بپوشونن. اما مردم در فضای مجازی با درست کردن این کلیپ ها داغ دل عظما و بسیجیاش رو تازه میکنن. هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز، من به شما میگویم بدان در اون جایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. آنچنان زدید که فقط یک دست از سردار ما باقی بود.